بر دلی پر درد منی بیا رخ بر رخان زرد منی یک تابش بر آه سرد منی یک تابش بر آه سرد منی بیو دیل همین آهنگ شما دلر امروز در فیسبوک خیلی شنونده زیاد دارد. برای بسیاری ها هم پسند آمده است و برای برخی همین آهنگ محض شما را معرفی میکند و ما هم دلیر میخواستیم که قصه ایجاد شوی همین آهنگ شما را حالا بشنویم و میگفتید که چطور ایجاد شد این ترانه؟ اصلا گیریم این سرودی من اولین من نیست. این سرود رو من با قریبی ثبت کردم. طول یک سال است که این صدا می‌دهد. این در رادیو هم صدا می‌دهد، در رادیوی وطن خاور. این سرود از مولانا جلال‌الدین رومی است و چخیب مثل همیشه در خانه من میشینم، گیتار رو میگیرم، یگون موسیقی رو نواخته کتابش رو کشودم و چه خیلی شد که صحیفه اول رو کشودم که امین سرود با موافق همون موسیقی من درست آمد و با من معقول شد، با من متن بسیار معقول شد. ما هم وقتی به صحبت شما می آمدیم توسط اینترنت خواستیم درباره‌تون معلومات پیدا کنیم، اما درباره شخصیت خودتون چیزی پیدا نشد. از وقتش یک آدم شرمگین، یک آدم پوشیده بودم. بسیار با همین محفل ها و جاها نمی رفتم. یک جایی ده که ما بودیم، همون دوستان و جوروهایی که من بودیم هممون ورزشگر بودیم. بعد این بین صنعت و ورزش یک مقابلیت بود. مثال چی میکردن که وای صنعتکار یک چیز بود، یک شرم بود و من نخواستم، ولی در دلم بود. از آن وقتها موسیقی رو من بسیار خوب درک میکردم، بسیار حواسم بود، گوش میکردم موسیقی های غرب، همه موسیقی ها را و در دلم همه وقت بود که من یگون نوازنده میشوم. آوازخوانم نیو نوازنده. بعد برای خود یک گیتار خریدم، احساسات موسیقی رو داشتم و هم خیلی رفت. بعد شغلم با باس گیتار بسیار رفت. اکمل شورمامدوف این گروه جیرای رو تشکیل کرد و برای خود نوازندگان رو انتخاب کرد. مرا هم فیرود کرد به گروهش. سرودهای مثل این از دیگر آفیزان، از دیگر آوازخوانان میسازم. بعد گفتم که برای ما اگر گروه شویم سرودهای خودمون لازم است که ما پیش رویم، رشد یابیم، که ما رو شنوند و ما رو احترام کنند مثل یک گروه. و آهنگ ایجاد سر کردیم، آهنگ ایجاد کردیم. دل کجا شد خبرش، غمزه او میداند، مست هر جا که کباب است بوی میداند. دل کجا شد خبرش، غمزه او میداند، مست هر جا که کباب است بوی میداند. اکثر اونهایی که حالا شما رو میشناسند میگویند که شما با مبارکشاه شادروان چی نزدیکی دارید، چی پیوندی دارید؟ مبارکشاه امکی اصلی من میشود، دادر پدرم. وای بسیار با من مهربان بود. من گویم که ارکه آن کس بودم. ترانه‌اش همه وقت من گوش میکردم. ترانه‌های مبارکشاه، دلیر نظرов، اینها برای من یک سرچشمه بودند. اساسا من نمیخواهم که از مبارکشاه سرود خوانم به طور رسمی، گویم
суруди дӯстат дорам ё айёрам биё, барое ки ман наметавонам мисли вай хондан. Вале ман як суруд аз Муборакшоҳ онро ба шунавандагон кам одамон ин суруда медонанд ва дар вақти ҷавонияш инро эҷод кард. Мумкин нав гитараро сар кард навохтану ин суруда мумкин барои ягон дӯстдоштааш тақдим кард ё эҷод кард. Муҷон бетака дастмаке Муҷон бетака дастмаке Azaktarau dargilom tate Azaktarau dargilom tate خب حالا چی نقشه ها دارید در جدای موسیقی دلیر؟ روی کدام آهنگ ها کار میکنید و من چی آرزو دارید؟ барои мо муҳимаш омада бо сифат ягон чиро бо ҳаловат бо як ҳавасу ҳиссиёту ҳаяҷон як суруда оҳанг карда маслиҳат карда ҳамон ки хуб буромад нақша худаш пайдо мешавад. جویت ای جان جانم به لب رسیده از جستجویت ای جان جانم به لب رسیده و حسرتا که مردم روی مهد ندیده و حسرتا که مردم روی مهد ندیده سخن زلاله شاد و شکر